فریدون خیرالله‌زاده ژورنالیست جوان تاجیک و مدیر کل شبکه افترادیوی تاجیکستان صبح 12 آگوست در سن 28 از عالم چشم پوشید. در این باره در شبکه‌های اجتماعی دوستان و همکاران فریدون خبر دادند درباره علت مرگ او در چنین سن جوان چیزی گفته نشده است. چندی از دوستان و همکاران فریدون خبر دادند که همگی چند ساعت پیش از مرگ شام 11 آگوست او در افیر بود و در افترادیو برنامه می‌برد. به همان شور و هیجان همیشگی که داشت برنامه رو پیش می‌برد و یگان علامت دیده نمی‌شد که مریض است. کسی گمان هم نمی‌برد که بعد چند ساعت خبر مرگش همه ما رو غرق ماتم می‌کند. گفت در صحبت با پایگاه خبری بامداد یکی از دوستان فریدون، خیرالله‌زاده فریدون منصور، 22 اپریل سال 1994 در شهر وحدت به دنیا آمده رشته اقتصادی دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه را ختم کرده بود. همگی 11 سال داشت که برنامه‌های بامدادی را در شبکه تلویزیونی کودکان بهارستان پیش می‌برد. سال 2009 وقتی که همگی 15 سال داشت الکی باعث مجری برنامه‌های بامدادی شبکه تلویزیونی سفینه به کار سر کرد. فریدون بعداً در رادیوی وطن چندین برنامه را پیش می‌برد. سال 2018 باعث مدیر رادیوی امصدا به کار سر کرد. اخیراً فریدون خیرالله‌زاده باعث مدیر کل به افترادیو تاجیکستان گذشت. فریدون در برابر رهبری به کار افترادیو چند برنامه را در این شبکه رادیو باعث مجری پیش می‌برد و همچنین باعث مجری در توی‌های مردم و شب‌نشینی‌های شرکت‌ها و کارخانه‌ها نیز خدمت می‌کرد. فریدون خیرالله‌زاده سال 2017 صاحب جایزه بهترین بلاگر تاجیکستان شده بود. فریدون خیرالله‌زاده در شبکه‌های اجتماعی نیز خیلی فعال بود و در وردپرس نیز بلاگ خود را داشت. از صحیفه‌هایش برمیاد که فریدون در سر آرزو و نقشه‌های زیاد داشت و هیچ گمان نداشت که در سن همگی 28 جوان مرگ می‌شود. صدها نفر از مرگ این ژورنالیست در چنین سن جوان اظهار اندوه کرده برایش آخرت آباد آرزو کردند. یکی از دوستانش در سوگ فریدون این دو بیتی مشهور را کاشته است: فلک ما رو نکش ما نوجوانیم، نشودی دیدیم نشد مانیم، برو از کوچه پیران گذر کن، اگر نوبت رسید ما خود روانیم.